Hello everyone, I hope you are doing great. سلام به همگی، امیدوارم حال همتون خوب و عالی باشه. خب امروز با هم دیگه درس 2 زبان هفتم رو شروع میکنیم. Lesson 2 My classmate. ببینید عنوان درستون My classmates هست. Classmates یعنی همکلاسی‌ها و my هم که قبلا بهتون گفتم my صفت ملکی هست که به خودی خود تنهایی هیچ معنی نداره، باید یه اسمی بعدش بیاد که معنی داشته. My classmates میشه همکلاسی های من. Conversation مکالمه. Listen to the students talking in the schoolyard. Listen to the students. Listen یعنی گوش بدید. به دانش آموزا گوش بدید که دارن توی حیاط مدرسه صحبت میکنن. Schoolyard میشه حیاط مدرسه. Talk هم به معنی حرف زدنه. Okay, this is the conversation. Who is that boy? That boy یعنی اون پسر. ببینید اینجا توی این درس ما 2 کلمه this و that رو زیاد میبینیم. This و that برای اشاره استفاده میشن. This برای اشاره به نزدیک استفاده میشه و that برای اشاره به دور استفاده میشه. اوکی؟ پس this برای اشاره به نزدیک و that هم برای اشاره به دور استفاده میشه. اشاره به دور. Who's that boy? Who یعنی چه کسی؟ چه کسی؟ Who's that boy یعنی اون پسره کیه؟ That's عرفان. اون عرفانه. He's our new classmate. New یعنی جدید. متضادش میشه، اپوزیتش میشه old. Old یعنی قدیمی. New یعنی جدید. He's our مثل my هست. به تنهایی معنی نداره. با کلمه بعدشه که معنی دار میشه. Our classmate یعنی همکلاسی ما. Our new classmate یعنی همکلاسی جدید ما. پس new به معنی جدید هست. Let's talk to him. Let's talk to him. وقتی توی یه جمله‌ای اول یه جمله‌ای با let's شروع میشه یعنی بیا یک کاری رو با هم انجام بدیم. اوکی؟ که بعدش هم حتما فعل ساده میاد. بعد از let's فعل ساده میاد. فعل ساده یعنی چی؟ فعل ساده یعنی اینکه ing نمیگیره، اس سوم شخص نمیگیره، ed نمیگیره، باید به شکل ساده باشه. نگاه کنید اینجا talk به شکل ساده خودش استفاده شده. Let's talk to him یعنی بیا باهاش صحبت کنیم. بیا با او. him یعنی با او. بیا با او صحبت کنیم. خب حالا میرن سراغ عرفان. Hi عرفان. This is علی. داره معرفی میکنه. خب Hi عرفان. سلام عرفان. This is علی. این علیه. ایشون علی هستن. اوکی؟ پس برای معرفی کردن ما از this is استفاده میکنیم. This is علی. Nice to meet you عرفان. علی به عرفان میگه Nice to meet you عرفان. یعنی از دیدنت خوشحالم عرفان. meet یعنی ملاقات کردن. Nice to meet you با هم یعنی از ملاقاتت خوشحالم، خوشبختم. عرفان جواب میده Nice to meet you too. To یعنی همچنین. همچنین یعنی من هم از دیدنت خوشحالم. Welcome to our class. Welcome یعنی خوش آمدید. به کلاس ما خوش آمدید. Thank you و تشکر میکنه. Go to next page. بریم صفحه بعدی. Introducing others. Introduce یعنی معرفی کردن. معرفی کردن. Others هم یعنی دیگران. دیگران رو میخوایم معرفی کنیم. باید چه شکلی معرفی کنیم؟ Listen to the introductions and greeting. Greeting یعنی حال احوال کردن، سلام و احوال پرسی کردن. خب نگاه کنیم به این باکس زرد رنگی که اینجاست. This is my friend پرهام. گفتم برای معرفی کردن باید از this is استفاده کنیم. This is حالا ادامه. This is نگاه کنید این ثابته. My friend پرهام. این دوستم پرهامه. My friend دوستم پرهام هست. نفر بعدی میخواد همکلاسیش پریسا رو معرفی کنه. میگه This is my classmate پریسا. این همکلاسیم پریساه. This is my English teacher مستر کمالی. My English teacher یعنی معلم انگلیسی من. My teacher معلم من. My English teacher معلم انگلیسی من.
که فامیلیش آقای کمالیه. Nice to meet you. از دیدنت خوشحالم. Nice to meet you too. من هم از دیدنت خوشحالم. پس برای معرفی کردن یه نفر دیگه از this is استفاده میکنیم. مثلا فرض کن شما با مادرتون تو خیابونید و یکی از دوستاتون رو میبینید یا معلمتون رو میبینید، میخواید اینا رو با هم دیگه معرفی کنید، چی میگید؟ به معلمتون میگید this is my mother، یعنی مامان منه، یا به مامانت میگید this is my teacher، این معلم منه، this is my teacher مستر کمالی، حالا یا هر چیز دیگه ای. پس از this is برای معرفی استفاده میکنیم. خب تو قسمت پایین میخوایم اسم یک کسی رو بپرسیم. نگاه کنید نوشته asking someone's name. ask یعنی پرسیدن، این که اسم کسی رو، someone's name یعنی اسم کسی رو میخوایم بپرسیم. چه شکلی باید بپرسیم؟ نگاه کنید اول همه این جملات، هر 4 تا جمله‌ای که اینجا هست، اول همشون who هست. گفتم who کلمه پرسشی هست که به معنای چه کسیه. چه کسی؟ Who is that boy؟ اون پسره کیه؟ that گفتیم برای اشاره به دور استفاده میشه. Who's that boy؟ اون پسره کیه؟ چون داریم در مورد یه پسر صحبت میکنیم، توی جواب باید بگیم he is my friend عرفان. اون دوستم عرفانه. جمله بعدی رو نگاه کنید. Who is that girl؟ girl یعنی دختر. اون دختره کیه؟ چون داریم در مورد یه دختر صحبت میکنیم باید از she استفاده کنیم. از ضمیر فاعلی she باید استفاده کنیم. she برمیگرده به یه دختر، he برمیگرده به یه پسر. She is my classmate پریسا. اون همکلاسیم پریسا هست. Who's that man؟ من یعنی آقا. اون آقای کیه؟ He is. دوباره چون داریم در مورد یه آقا صحبت میکنیم از ضمیر فاعلی he استفاده میکنیم. He is my teacher مستر کریمی. اون معلم من آقای کریمیه. مستر هم گفتم قبلا یه تایتلی هست که برای آقایون استفاده میشه به معنی آقا. Who's that woman؟ woman یعنی خانوم. اون خانومه کیه؟ چون داریم در مورد یه خانوم صحبت میکنیم از ضمیر فاعلی she استفاده میکنیم. She is my teacher میس بهرامی، یا میتونیم بگیم she is my teacher میسیز بهرامی. دوباره اینجا یادآوری میکنم اگر بگیم میس یعنی اون خانومی که داریم در موردش حرف میزنیم یا صداش میزنیم یه خانوم مجرده، برای یه خانوم مجرد استفاده میشه. و اگه بگیم میسیز بهرامی، میسیز برای خانوم متأهل استفاده میشه. اوکی؟ میس بهرامی یا میسیز بهرامی. پس اگه در مورد یه پسر یا در مورد یه آقا صحبت کنیم از ضمیر فاعلی he استفاده میکنیم، و اگه داریم در مورد یه دختر یعنی یه گرل یا یه woman یعنی خانوم در مورد اینا صحبت میکنیم باید از she استفاده کنیم. she یعنی او، he هم یعنی او، ولی he برمیگرده به یه جنس مذکر، یه آقا برمیگرده، ولی she برمیگرده به جنس مؤنث یعنی به یه خانوم یه دختر برمیگرده. که اگه بخوایم با فعل to be بیاد هر دوشون با is میاد، میگیم he is she is. اوکی؟ حالا برای این قسمت من یه چیز دیگه رو آماده کردم. اینجا رو نگاه کنید. اینجا براتون نوشتم برای معرفی کردن کسی از this is استفاده میکنیم. مثلا میخوام بگم این پدر منه، میگم this is my father. میخوام بگم این همکلاسیمه، میگم this is my classmate. this is my friend دوست منه. حالا هر چیز دیگه ای. اینجا نگاه کنید داره معرفی میکنه، داره اشاره میکنه به این آقایی که اینجا هست. خب this is John یعنی این جان هست، اسمش جانه. مثلا he is a teacher اون یه معلمه، حالا داره در موردش توضیح میده. he is a teacher. he is from America یعنی اون اهل آمریکا هست. خب حالا قسمت بعدی رو نگاه کنید اینجا چون در مورد یه آقا حرف میزدیم از ضمیر فاعلی he استفاده کردیم. he is یعنی او هست. اوکی؟ he is یعنی او هست. خب قسمت پایین به یه خانوم اشاره داره. this is my mother یعنی این مامان منه. this is گفتم برای معرفی کردن از this is استفاده میکنیم.
This is my mother یعنی مامان منه. She's a اینجا میتونیم شغلش رو بگیم. She's a مثلا فرض کن خانه‌داره. خانه‌دار میشه housewife. Housewife. She is a housewife یعنی اون یه خانه‌داره. She is from ایران. اون اهل ایرانه. زمانی که میخوایم بگیم یکی اهل یه جاییه باید از این ساختار استفاده کنیم. مثلا داریم اینجا در مورد یه خانم حرف میزنیم میگیم she is from ایران. میخوام در مورد خودم حرف بزنم میگم I am from ایران یعنی من اهل ایران هستم. اوکی؟ پس این زمانی استفاده میشه که میخواید بگید که کجایی هستید. و سوالی که تو این درس یاد گرفتید این سوال بوده Who's this یعنی این کیه؟ اوکی اینجا نگاه کنید اشاره به نزدیکه پس میگیم who's this. ولی اینجا چون دور هست میگیم who's that یعنی اون کیه. this برای اشاره به نزدیک that برای اشاره به دور هست. who's this اون کیه؟ یا میتونیم بگیم who's this boy این پسره کیه. اوکی اینجا دور هست میگیم who's that boy یعنی اون پسره کیه. پس this برای اشاره به نزدیک و that هم برای اشاره به دور استفاده میشه. خب برگردیم سراغ کتاب. بریم صفحه بعدی. Sounds and letters صداها و حروف. Listen to the conversation between a student and a librarian. به یه مکالمه گوش بدید. Conversation یعنی مکالمه. به یه مکالمه گوش بدید. بین between یعنی بین یه دانش آموز هست و یه لایبرریان کسی که توی لایبرری کار میکنه. لایبرری یعنی کتابخانه کسی که توی لایبرری توی کتابخونه کار میکنه. خب Can I help you یعنی میتونم بهت کمک کنم. Help یعنی کمک کردن. اوکی پس help یعنی کمک کردن. میتونم کمکت کنم. Yes. Can I have my library card please? Can I have my library card? library card کارت عضویت کتابخونه است. Please هم معنی لطفاًه. Please یعنی لطفاً. یعنی میشه لطفاً کارت کتابخونه رو به من بدی. Can I have means please give me یعنی لطفاً به من بده. یعنی میتونی کارت کتابخونه رو به من بدی لطفاً. Sure یعنی حتما. What's your name? اسمت چیه؟ I'm پریسا بهپرور. I'm یعنی من هستم. وقتی که خودمون رو میخوایم معرفی کنیم گفتم یا میتونیم از I'm استفاده کنیم یا میتونیم بگیم my name is. هر دوتاش درسته. Sorry, what's your last name again? Sorry متاسفم ببخشید. What's your last name again یعنی دوباره. متوجه نشده و ازش میخواد که دوباره فامیلیشو بگه. last name هم یاد گرفتیم تو درس اول یعنی فامیلی. بهپرور حالا میاد اسپلش میکنه. گفتم برای اسپل کردن باید همه حروف رو با حروف بزرگ بنویسیم. اوکی B E H P A R V A R. اوکی here's your card یعنی بفرمایید کارتتون. here's your card. خب این باکس رو نگاه کنید. Talk to your teacher یعنی با معلمتون حرف بزنید. Can you help me please؟ پس وقتی از یکی کمک میخواید میتونید از این جمله استفاده کنید. Can you help me please؟ یعنی میشه لطفاً به من کمک کنید. I can't spell your last name یعنی نمیتونم فامیلیت رو سپل کنم هیجی کنم نمیتونم بنویسم املاشو بلد نیستم. اوکی I can't spell table نمیتونم تیبل رو هیجی کنم یعنی بلد نیستم بنویسم. هر چیزی میتونیم به جای خالی بنویسیم. Look this is librarian. میخوام معرفیش کنم. گفتم از this is استفاده میکنیم. This is librarian یعنی این خانومی که اینجا هست librarian هست همون مسئول کتابخونه. And this is a student. Okay fill out the card below. fill out یعنی پر کردن. این کارتی که اینجا هست رو میگه پر کنید. حالا برای خودتونه در مورد خودتون بنویسید. مثلا first name رو مینویسم من برای خودم مینویسم
first name منیره، last name کشیر. دقت کنید first name و last name هر دوتاشون فرق نمیکنه. حرف اولشون باید با حرف بزرگ نوشته بشه. phone number تو درس اول یاد گرفتیم که فون نامبر رو تو قسمت ویلکام یاد گرفتیم. فون نامبر رو باید دونه دونه بخونیم. فون نامبر یعنی شماره تلفن. اوکی، شماره تلفن رو باید دونه دونه بخونیم. او صفر رو او میخونیم. او 91187168111. اینو برای خودتون پر میکنید. حتی میتونید اینجا عکس خودتون رو هم بچسبونید. Go to next page. بریم صفحه بعدی که در مورد listening هست. listening بخش شنیداری کتاب هست. listen یعنی به گوش بده. reading یعنی read یعنی بخون. بخش شنیداری کتابه. این بخش رو من براتون میذارم. فقط نگاه کنید. شما وقتی دارید در مورد listening کار میکنید، وقتی listening رو انجام میدید، ببخشید، listening رو انجام میدید، قبل از اینکه گوش بدید نگاه کنید ازتون چی میخواد. ببینید اینجا این که نمیشه conversation یعنی مکالمه. یه دو تا مکالمه میشنویم ما که ما first name و last name رو میخوایم علامت بزنیم. first name یعنی اسم کوچیک، last name یعنی فامیلی. اوکی؟ حالا گوش میدیم و چیزی که میشنویم رو اینجا میایم تیک میزنیم. گوش بدیم با هم دیگه. Who's that girl over there? Who's that girl over there? یعنی اون دختره اونجا کیه؟ Over there یعنی اونجا. She's Bita Abadi. She's بیتا عبادی. شما از همین میتونید جواب این تست رو بزنید. بیتا is her first name. Okay? بیتا is her first name and عبادی is her last name. بیتا عبادی. My friend. My friend. Let's meet her. Sure. Let's meet her یعنی بیا ملاقاتش کنیم. حالا بریم بعدی. Let me introduce my friend Babak Paksat to you. Let me introduce my friend Babak Paksat to you. میگه بیا من دوستم بابک پاکزاد رو بهت معرفی کنم. پس اسمش چی شده؟ بابک. اوکی؟ بابک. last name پاکزاد. ببینیم ادامهش چی میگه. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. از دیدنت خوشحالم. من هم از دیدنت خوشحالم. اوکی؟ اینو اینجا به این شکل انجام میدید. قسمت بعدی speaking and writing. speaking یعنی صحبت کردن، writing هم نوشتن. اینجا باید حرف بزنید و بنویسید. این کار باید توی کلاس انجام بشه یا اگه میخواید تو خونه انجام بدید از یه نفر دیگه بپرسید یا مثلا برید جلو آینه از خودتون بپرسید و خودتون هم جواب بدید. name اینجا نوشته talk to your friends and fill out the table below. table this is a table. table علاوه بر این که به معنی به معنی میز هست به معنی جدول هم هست. پس به معنی میز هم هست ولی اینجا به معنی جدوله. توی این قسمت به معنی جدوله. این جدول پایین رو کامل کنید. name یعنی اسم. the shortest name. ببینید shortest یعنی کوتاه‌ترین. کوتاه‌ترین اسمی که تو کلاستون هست. مثلا علی. اوکی؟ the shortest last name کوتاه‌ترین فامیلی مثلا میر. اوکی؟ کوتاه‌ترین فامیلی حالا تو کلاس ما مثلا هست. the longest name longest یعنی طولانی ترین. طولانی ترین first name که تو کلاستون هست مثلا میگم امیر عباس. امیر عباس. طولانی ترین فامیلی که تو کلاستون هست مثلا منوچهری. ببینید یه فامیلی طولانیه ولی میر یه فامیلی کوتاه. اینو نگاه کنید تو کلاستون چی هست همون رو بنویسید یا میتونید از خودتون بنویسید مثل چیزی که من نوشتم از خودم نوشتم. قسمت پایینم رول پلی. دوباره این کار رو باید تو کلاس انجام بدید. do the conversation این مکالمه رو باید با همدیگه با دوستاتون انجام بدید. میخواید 2 نفر رو به همدیگه معرفی کنید.
اولی Hi Ali, this is my friend Irfan. Okay, hi Ali, this is my friend Irfan. حالا دانش آموز B میاد با عرفان سلام و احوال پرسی میکنه، میگه hi Irfan, hi Irfan, nice to meet you. Nice to meet you too. سلام عرفان، از دیدنت خوشحالم. منم از دیدنت خوشحالم. ریویو اول، ریویو یعنی مرور. اوکی، ریویو یعنی مرور اولی که توی این کتاب هست. بعد از هر 2 درس یه ریویو داریم. این مرور بر درس های 1 و 2. Introducing oneself. میخوای خودمون رو معرفی کنیم، یه نفر خودمون رو معرفی کنیم. Can you say your first name and your last name؟ میتونید اسم کوچیک و فامیلیتون رو بگید. مثلا my first name is، اسم کوچیک من. first name گفتیم اسم کوچیک. My first name is منیره. حرف اول حرف بزرگ باید نوشته بشه. My last name is کشیر. شما برای خودتون رو می نویسید. حرف اولش دوباره حرف بزرگه. You can ask other people's name. میگه شما میتونی بپرسی. ask یعنی پرسیدن. میتونی بپرسی اسم بقیه آدم ها رو. میخوایم اسم کسی رو بپرسیم، میگیم What's your name؟ What's your name؟ اسمت چیه؟ خب حالا introducing others، میخوایم بقیه رو معرفی کنیم. Introduce یعنی معرفی کردن. دیگران رو میخوایم معرفی کنیم. You can introduce a friend to the class. شما میتونی معرفی کنی یه دوست رو به یه کلاس. یه نفر جدید اومده، میخواید اون رو به بقیه بچه‌های کلاس معرفی کنی. مثلا میگید this is my friend Ali. این دوست من علیه. یا میتونید بگید this is my new classmate که بهتر بنویسید my new classmate. بذار من بنویسمش. This is our new classmate. چون گفته به کلاس معرفی کنید. Our new classmate. For example Ali. Our new classmate یعنی همکلاسی جدید ما علی هست. Okay, you can greet people. شما میتونید با آدم ها، people یعنی مردم، آدم ها، سلام و احوال پرسی کنید. اینجا گفته از nice to استفاده میکنیم. Nice to meet you. Nice to meet you. Now, you can answer people's greetings. میتونی اون greetingی که کسی بهت گفته nice to meet you رو میتونی شما جواب بدی. خب برای این قسمت پس اول B. You can greet people. شما میتونی با آدم ها، people یعنی آدم ها، مردم، میتونی با آدم ها احوال پرسی کنی. میتونیم بگیم اینجا nice to meet you یعنی از دیدنت خوشحالم. You can answer people's greetings. شما میتونی جواب بدی. answer یعنی جواب دادن. شما میتونی جواب بدی به احوال پرسی آدم ها. جواب nice to meet you چیه؟ nice to meet you too. Nice to meet you too یعنی من هم از دیدن شما خوشحالم. Go to next page. بریم صفحه بعدی. You can spell and write your name. شما میتونی اسمت رو spell کنی و میتونی بنویسی. اینجا اسم خودتون رو بنویسید. مثلا اسم شما مریم هست، مینویسید M. میخوام اسپلش کنم. اسپل گفتیم حرف به حرف و به شکل بزرگ مینویسه. M A R Y A M مریم. You can say and write one word for each of the following letters. میگه شما میتونی بگی say یعنی گفتن، write یعنی نوشتن، این یعنی نوشتن، say هم یعنی گفتن. شما میتونی بگی و بنویسی یک کلمه رو برای هر کدوم از این حروف. برای هر کدوم از این حروفی که اینجا هست میخوایم یه مثال بزنیم. A is for apple. K is for kite.
K مثل چی؟ مثل kite. M is for monkey. Monkey. E is for egg. تخم مرغ. B is for bear. یعنی خرس. P is for hen. یعنی خودکار. حالا شما میتونید هر مثال دیگه ای رو اینجا بنویسید.